اگه 20 میلیون تومان الان داشتیم باش چیا می‌خریدیم؟ طلا می‌خرم. مکمل. یه ست لباس. 20 تومن به تو بدم نمی‌دونی باش چیکار کنی؟ چرا خدا شاهد رادیاتور ماشینم سوراخ شده میرم اون عوض میکنم با اون میشه یه کاری کرد. یه سرویس طلا برای مادرم میگم. تا حالا خریدی داشتی که بهت بچسبه؟ یعنی الان بخری پولشو بعداً پرداخت کنی؟ ها ساندویچ فلافل خریدم آشنا بوده گفتم میام بعداً حساب میکنم. نداشتین تا حالا؟ هرچی بوده دست به نخ کارت کشیدم. یعنی بعداً پرداخت کنم چجوری؟ تا حالا همچین خرید داشتی؟ نه. اگه یه چیزی رو با تخفیف خیلی زیاد بخری واسه جذاب تره یا قسطی باشه بدون چک و سفته و ضامن و اینجور داستانا؟ با تخفیف خیلی زیاد. حالا راستیتش ما مال اصفهانی. قطع یقین با تخفیف. معلومه دیگه قسطی خیلی بهتره. اگه قسطی باشه بدون ضمانت بهتره. حالا اگه بگم این دوتا شرایط با هم میتونه وجود داشته باشه چی؟ چه جیگرم له میکنی بذار ببینم چی چیه.